سلام، امیر مورد هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو موبایل لیجند و و الو چرا صدا اینجوریه؟ اومدیم یه ویدیو بگیریم مثلا یه گیم پلی قشنگ که حال کنید. با گیم پلی سیسیلیون اومدیم. میبینم سیسیلیون محبوب خیلی هست، همه دوستش دارن. واسه همین بچه اگه چیز شد حالا کار میلان میگیریم زن سیسیلیون. نمیدونم زنش دوست دخترش چیه، بذاری که میدونم خیلی با هم فیبن. همین سعی میکنم تا حد امکان گیم پلی قشنگ بذارم، حمایت کنید قشنگ. دارم سعی میکنم کوالیتی خیلی چیزا رو ببرم بالا، خیلی چیزا رو قرار ببریم مثلا مخصوصا گیم پلی ها رو برای خفن تر کنیم. اگه شد چون هنوز بلد نیستم، ولی اگه شد حتی گیم پلی فنی و اینجور چیزا قرار بذاریم. چون مثلا فنی اصلا پلی نمیدم، کل پلی من فنی کلا 10 متر نیست، ولی خب سعی میکنم حتما پلی بدم واسهتون که فینی هم ببینید چجوریه، چقدر هیروی به قول بعضیا یه چیز شریه، واقعا یه چیز شریه. چون خیلی بچه گویه واقعا. موبایل لیجند باید یه نرفی بهش بزنه خیلی واقعا، مخصوصا این روزا که چون رنگ ها برگشته، کسایی که مثلا خیلی فینی پلیرن میافتن رنگ مثلا اپیک و اینجور چیزا. بدبخت اونایی که اپیکن، چون بچه بعضی ها از اپیک مثلا 2 اینطورا افتادن 4، مثلا 2 بودن افتادن 4 اینطورا، زیاد نیفتادن پایین، بعد نگشتن گرند مستر. واسه همین اونایی که مثلا خیلی فینی پلیرن میفتن جلو اینا میگن آقا چی تره این. من اصلا برم تو گیم پلی سیسیلیون تا شما دارم با شما حرف بزنم. خب واسه همین سعی میکنم فینی هم پلی بدم، میشینم یکم تمرین میکنم، حالا براتون دیگه فینی گیم پلی فینی خفن در میارم. بچه سیسیلیون، بریم سراغ سیسیلیون دیگه. بریم سیسیلیون بچه هیروی خیلی قویه، از قدرتش بر اساس استکشه زیاد. حالا آیتم هم نیارید شما، بدون آیتم اگه 1000 تا استک داشته باشید بچه 1000 تا دمیج میزنید، بیشتر از 1000 تا، خیلی بیشتر دمیج میزنید. استک خیلی واسه سیسیلیون مهمه. اسپل هرچی میخواستید بیارید، نرید پاشید نرید ونجنس بیارید. گفتم هرچی، یعنی چیزایی که سیسیلیون میتونن باشون بازی کنن، مثل فلیکر، پتریفای، این چه میدونم اسمش چی بود، این دویدنه، اسمش هیچ وقت یادم نمیاد، قرار نیست یاد بگیرم. همین دویدن قرار اسمشو بذاریم. خب حالا اسپل تلپورت هم بعضیا میارن واسه کسایی که مثلا خیلی سری میخوان برن این ور اونور فارم کنن. بیلد سیسیلیون حالا کسا بعضیا بیلد فول دمیج میارن، یعنی دمیج گاد بدن. نه اصلا من سر دمیج بازی نمیکنم، چون قرار استک جمع کنم، سر استک هم من دمیج میدم. بیلد من بچه یه بیلدی که مانای خیلی زیادی داره و بچه پشت سر هم یکیتون اسپم میزنید، پشت سر هم تا 10 تا فکر کنم پشت سر هم اسپم میندازید. بچه سیسیلیون 10 بار هیچ وقت نمیتونه چیز بزنه، فوقش 4 تا یا 5 تا سریع مانا تمام میکنه. ولی خب بیلدی که من دارم میارم تا 10 تا هم میتونه بندازه پشت سر هم، نه چیز. و مخصوص خوراک استک جمع کردنه. استک چیه؟ استک یه چیز، استک که خب میدونید استکش چجوری جمع میشه. استکشو به هر من یونیت جانگلی هر چی، مخصوصا آدم خیلی زیاد میده به اینیون بزنی، ولی خب سعی کنید به هر چیز دستتون میاد یکیتونو بندازید، مخصوصا اگه با بیلد من دارید بازی میکنید. کپشو که ببینید اینو باید بیارید، بهتون مانا اسپریژن میده. واسه همین سعی کنید بچه‌ها با سیسیلیون عقب بازی کنید. سیسیلیون لیت گیم آخر بازی خوب میزنه، چون استک باید جمع کنه، بدون استک هیچی نیست. اول بازی هر چقدر ضعیف باشه آخر بازی اونقدر قویه.
یعنی همچین چیزیه. سعی کنید همیشه سر اینو چیز کنید که استک اول بازی فقط استک، یعنی اصلا نرید تو تیم فایت. اصلا تیم فایت حالا تیم فایتی برید که قرار نیست بمیرید، واسه همین. و بچه اولتتون هم خیلی مهمه، انداختن اولتتون. سعی کنید بچه روی یه نفر اولت نکنید، مثلا یه نفر افتاد دنبالتون یا یه نفر هم خواهید بگیرید میشه واسه فرار و گرفتن هم استفاده کرد، چون بچه سرعتتون رو بیشتر میکنه اولتتون وقتی میزنید، سرعت راه رفتنتون. ولی خب سعی کنید بچه تو تیم فایت استفاده کنید 3 یا 4 نفر رو تو اولتتون نگه دارید. بچه استک جمع میکنید و فقط با این مثلا 3 نفر رو تو اولتتون نگه دارید، یعنی نزدیک 20 تا استک جمع میکنید تو 3 ثانیه 4 ثانیه. 20 تا استک خیلی زیاده، اینو یادتون باشه. تو 10 دقیقه نمیتونید تا 200 تا استک جمع کنید، یا همچین اعداد رقمیه. من اینجا ببینید واسه فرار استفاده کردم اولتامو. این حالا یه چیز معقولیه بچه‌ها، واسه فرار استفاده کنید. و واسه گرفتن آدم استفاده نکنید. دید نمیتونید بگیرید، 2 تا نرسید دیگه ول کنید. بچه‌ها اینجا من منتظرم بیاین ترتل بزنیم، ولی بچه‌ها نمیان. من برمیگردم که استک جمع کنم. با سیسیلیون هیچ وقت یه زبای نستید، فقط برید این ور اونور. اگه مینیون یونیت نبود تو لاینتون، برید جانگل کناریتون رو بزنید. همینجوری دمیج بدید بهش، نمیخواد حالا بکشیدش، همینجوری دمیج بدید بهش که استک جمع کنه. و سعی کنید با سیسیلیون خیلی خیلی چیز کنید، آخر بازی مخصوصا خیلی مهاجم بازی کنید که یهو مثلا یکی گرفتتون سریع بتونید بزنید. مثلا آخر بازی سیسیلیون دمیج گفتم خدایی داره، مخصوصا تیم فایت. سعی نکنید اینجوری برید مثلا زیر تاور بکشید، ولی سعی کنید با تا حد امکان میس ندید. مخصوصا بچه میس ندید یکتون. سیسیلیون بیلد مانا خیلی قدرتمنده، بیلد ماناش به خاطر اینکه پشت سر هم اسپم میده، مخصوصا اگه استک جمع کرده باشید تو تیم فایت خدایی میکنه. خب اینجا تو گوشنمون خیلی قویه. اینجا حتی بچه داره بمیری. اینجا من اینجور اگریسیو بازی میکنم، میرم تو دهن بعضیا. یارام خوبن، یارای قوی کنار من خیلی خوب پلیرن، دستشون نمیکنه. یارای قوی هن. سعی کنید با یارای قوی پلی بدید، یه تیمی واسه خودتون چیز کنید. مثلا نگاه اینجا من مثلا این ببین اینجا 3 نفر رو تو اولتم نگه داشته بودم. بچه خیلی خفن ها که 3 نفر رو تو اولتت نگه داری، خیلی خوبه. این اولت درستیه، ولی بعضیا واسه یه نفر اینجا چیز استفاده میکنن، اون نه، اشتباهه. اولت درست حداقل باید 3 نفر توش باشه، نه 2 نفر ها، 3 نفر اولت درستشه. بچه اینجا بیاتریکس واسه زونی داره فرم کنه. بچه اینجا دارم صدام صدامون باز اینجا. بچه دارم فوش میدم، دارم به تیم میگم اونو بگیرید، اونو باید بگیرید. گوشن رفت شده زیر تاور، گفت میرم میگیرمش، گرفت واقعا. اینجا بچه حواسم نبود مینیون زیر تاور نیست، واسه همین اینقدر دمیج خوردم از تاور. چه اینجا نکنید. من دارم میگم من خیلی سیسیلیون پلیر نیستم، واسه همین اولتما یکم بد میندازم. اگه سیسیلیون پلیر مثلا یه 10 دست پشت سرم سیسیلیون پلیر میدادم، اما براتون یه گیم پلی در میومد. کل 3 دست 4 رو اینطورا بود که یه گیم پلی قشنگ در اومد. بچه من به عنوان تانک من دارم عمل میکنم، چون اصلا نمیتونم کیل بگیرم. داشت تازایی که میدونید ببینید نمیتونم کیل بگیرم. فرانکو هم گیر داده به من. بچه نگاه کنید، فرانکو داره میفته دنبال من که منو فقط اولت کنه و اونجور چیزا. واسه همین یکمی گیم پلی سر فرانکو و سر کیل نتونستم بگیرن، یکم بد شد. ولی خب بازم خوب در اومد. براتون یه چیزایی دارم نشون میدم. اصلا واسه آموزش خیلی خوبه. این آموزش سیسیلیون هم میشه بهش گفت که بعد چه بیلدیت اینطور میتونید بازی کنید. مثلا بیلد دمیجش هم براتون نشون میدم. بیلد دمیج که دمیج بدید، دمیج واسه دمیج خیلی زیاد براتون بیلدم نشون میدم. سعی کنید همیشه بیلد خفنی داشته باشید، وگرنه بیلد یکی از مهمترین چیزاست. بیلد خوب نداشته باشید نمیشه
واسه هر آدمی باید بیلد مخصوصی داشته باشید. بچه اونا بین دارن بینشون هم ایکس پیه. خب اینو چرا گلو من اینجوری بین خیلی اذیت کننده است بچه. سوله مخصوصا آرگوس، خاطر اینکه بچه اولتش آرگوس رو میندازه بالا. وقتی آرگوس اولت کرد سریع اونم اولت میکنه، میندازش بالا، یه کمی فرار میکنه عقب، اولت آرگوس خاموش میشه، میاد یه دونه یک میزنه. خیلی مثلا اذیت کننده است واسه آرگوس بین. ولی خب اگه آرگوس پلیر قهاری باشه بین رو خیلی راحت میتونی بزنی. اینجا بین اومد مثلا منو بکشه، ولی خب کار اشتباهی کرد. بین نباید بیافته جلوی سیسیلیون. میگم سعی کنید با جلوی هر هیروی کانترشو بردارید. این دست کلا من کانتر ندارم، به خاطر اینکه سیسیلیون کانترش استانه. مثلا آرورا خیلی بد میزنتش به خاطر استان زیاد. گراد هم خوب میزنه بچه. ویل اصلا استان خوبی نداره، فقط دوش استان میکنه، سش فقط میکشه، اونم با پتریفای درست میشه. حالا من اول چیز آوردم، فلیکر آوردم، بازم دارم میگم من یکی از اولین کسایی بودم که سیسیلیون برداشتم. یارو حالا چرا ویل البته بچه رنگ اپیکه، زیاد نباید انتظار داشته باشم. هنوز مثلا زیاد چیز نکردن بچه. منم نمیگم رنگ هم خیلی بالا تا هنوز لجند نتونستم برسم من، با اینکه خیلی بازی کردم. چون مثلا یارای خوب نمیندازه بس وقتا، بیشتر سولو بازی میکنم. یارای خوب نمیندازه، یه دست میبرم یه دست میبازم، و واسه همین سعی میکنم تا حد امکان رنگ اپ کنم. ولی خب با من دارم میگم هنوز من به لجند نرسیدم، یعنی همچین وضعیه، یه دست میبرم یه دست میبازم، یا همچین وضعی در اومده. بچه گوشنمون بازم دارم میگم خیلی پلیره، البته به خاطر این آنجلای دیوس که یه بار نیومد سر من. تو وایس داشتم فوشش میدادم، میگفتم چرا نمیای فلان، میگفت من زن گوشنم و دیوس بود بچه. یه همچین چیزی بگم براتون، دیوس اصلا نیومد بالا سر من. اگه میومد منم خیلی خوب میزدم. بالاخره سیسیلیونه دیگه، یکی اگه بهش جون بده هی پشت سرم ظلم بازی میکنه. بچه اعتماد به نفس ما داشتید، حرکت نکردم ازم. به اون میگن اعتماد به نفس از حد زیاد. چون بچه بیلد به اینو نگاه کنید، هنوز بیلدی زیاد چیز نکرده، ولی خب بین اولتشو اگه ماجیک پاور بیاره بچه با یه شات میتونه نصف هیل سیسیلیونو ببره. چه عجب هوکی میندازه ولی بازم نمیگم فرانکو زیاد رو من هوک انداخت، سر همین کاری کمی خراب شد ویدیو. بله آقای آرگوز میبینیم عجب یکی انداخت جناب آرگوز، واقعا یکی تو دوست دارم. بچه سعی کنید همیشه تمرکزتون رو اسکیل انداختنتون باشه. اینجا عجب اولتی میکنه آنجلا بچه، تا دید گوشانو گرفتن وسط سه تا اولت، سری اولتشو انداخت رو چیز گوشن که اسمش چی بود بابا چقدر ایو میکنم، شیلد بگیره که سری کیل نشه. شیلدش هم خیلی اینا دیگه تاثیرگذار بود، تا کیل هم فکر کنم گرفت. و واسه همین دارم میگم مثلا فرانکو داره پشت سرم دوتا اولت رو من هدر میکنه، چه دوی من اینجا انداختم. اینجا این بدبخت رفت دلت چند نفر، من اینجا بچه ببینید چقدر دارم دمیج میدم، استکتم کردم و بچه 1000 تا دمیج دارم میندازم. توف
آخر بازی همچین چیزی میشه. تازه من کم دارم دمیج میدم. اونایی که بیلد دمیج میارن بچه تا 3000 4000 تا دمیج میدن. یه دونه شات میزنن یا میفته. بچه ببینید دمیج دارم میزنم. بچه فرانکو چیز آورده، شیلد ماجیک دیفنس آورده، واسه همین دقیقه کم داره دمیج میکنه. فکر نکنید بچه ببینید فرانکو، یعنی ببین لاشیه. اینجا آرگوس داره میره بگیره، بله، و فرار میکنه. ولی خب برمیگرده میگیره، پاره پوره میکنه جناب آرگوس. میگیره بیتریکس هم پاره میکنه، میگیره بینم پاره میکنه، میگیره، نه نمیتونه بگیره، میگیره، نه نمیگیره. بچه کوشن اینجا کیلش کرد. من اینجا دارم میگم بیاید لوردو بزنیم، ولی نمیدونستم که داره بازی تموم میشه و بازی تموم شد. خوشو بش. اینم از این بازی خیلی خفنی بود. دایروس داره میاد اینجا بکشه ولی نتونه. خب ببخشید. بچه سعی کنید با سیسیلیون، گفتم عقب بایستید، عقب بازی کنید. بیلد من اگه بخواید بردارید، الان بیلد فول من بهتون نشون میدم. فول نشدم اینجا. بچه هفتمه گوشن، هفتمه کجاست؟ شهریار کجاست؟ اینم آرگوسمونه و منم که خیلی خوب بازی کردم. بچه میبینید اینجا من از خیلی خوب داشتم دمیج میدادم. به عنوان یه دونه میت 21 کمک کیل دارم، 21 اسیست دارم. بچه ساپورتمون 22 تا اسیست داره، یعنی من یه دونه باش فرق دارم. یعنی در این حدر، ببینید در این حدر من تازه این برونز، تازه این چیز شد، سیلور شد. من به خاطر کیلا و کم مردنم اینقدر شدم و تیم خواهد خیلی من جوین دادم. بچه ولی خب فرانکو منو اولد کرد. بچه 4 بار مردنم 4 تاشون هم به خاطر فرانکو بودا. سعی کنید با سیسیلیون حواستون به بازیتون همیشه باشه، مثل من بازی نکنید. سیسیلیون کدوم گورستونیه؟ سیسیل انگل کدوم گورستونی پیداش نمیکنم. سیسیلیون کو سیسیل بی یعنچ شد ها سیسیل رفتی و از سیزای من یعنی چی؟ عجیبه، شهر عجیبی. بذار روی آدمی مثل ایدورا رو بیاره بسه. بذار بیلد سیسیلیون رو براتون بذارم اینجا. کل همین فرق میکنه. خب این بیلد سیسیلیونه، همین کلن بیلدشه. نمیخوام داداش بذار بیلد این دوتا رو اول میارید. خب این بیلد سیسیلیونه، یا اینو نمیخواد اداره رو چیز کنید. این بیلد سیسیلیونه، بیلد دمیج سیسیلیون، یعنی دمیج یعنی بزنید خار مادر یار رو بیارید جلو چشش. خب اینو میارید چی می آوردیم. خب اینم میارید. زای اینا رو هم بذارن درست کنم. نه این درسته دست. خب بذار ببینم. نه درسته این بیلد سیسیلیون وایسا
بیلد دمیجش کلا فرق داره. بیا اینجا. این بیلد دمیج سیسیلیونه. دمیج بزنید. اینو خار مادر دمیج خار مادر رو میتونید این دمیج بذارید و همین. میخواستید حتما استفاده کنید. به دردتون میخوره. بیلد ادورو اینجوریه. ببخشید احتمالاً دستم خورده اینجوری مونده. اصلا یه اشتباه من بیلدم. من میگم خدای بیلد من دیگه است. من چرا بیلدا رو خراب کردم؟ هرچی ول کنید اینا رو. بیلدا رو آقا خیلی دستون درد کنید که این ویدیو رو دیدید. اگه خوشتون اومد لایک کامنت ساب یادتون نره. بچه یکم دیگه تقریبا 1 ماه 2 ماه دیگه دیوایس جدید دارم میگیرم. این پاره میخوام بکنم یا همچین چیزی. دیوایس جدید بذار بیاد. بچه میبینید دیگه دیوایس هم ضعیفه. یکم دیر میاره. دیر لود میکنه. بچه وقتا نمیگیره. واسه همین وقتی دیوایس جدید اومد ببینید گیم پلی واسهتون میذارم. خدا مامان. پس تا اون موقع خداحافظ.